نصب اکران‌های بزرگ و پیشنهاد شناسنامه روسی کنانی اهالی در منطقه های اشغال شده اوکراین به همین طرز ادامه دارد. 2022 считать товарооборот, вероятно, будут уже в рублях. در شهر ماریوپول در ماشین های بارکش اکران نصب کرده و به ساکنان برنامه های ترغیباتی رسانه های روسیه را نمایش می دهند. همچنین در این شهر در نزد نقطه های تقسیم کمک های بشردوستانه و آب 12 مانیتور بزرگ گذاشته شده است که نیز فقط شبکه های روسیه را نمایش می دهند. در دوره تعطیل تابستان هم در این مکتب ها در اینجا برای کودکان باز می ماند. دوام 3 ماه خوانندگان اوکراینی را برای تحصیل بر اساس برنامه تعلیمی روسیه آماده می کنند. قرار است به آنها درس های زبان و ادبیات روس و تاریخ روسیه آموزانده شود. بیش از 50 آموزگار برای کار در دوره تعطیل راضی شدند. کرمل با تصویب یک سند پیشنهاد شناسنامه روسی به ساکنان منطقه های اشغال شده از طرف روسیه را در اوکراین آسان کرد. اما به گفته سرگئی خلن، وکیل شورای ولایتی خرسون، ساکنان این قسمت اشغال شده نمی توانند در شهر خود سندهای روسیه را بگیرند. پیشنهاد شناسنامه روسی در قرم اشغال شده صورت میگیرد. یعنی خواهشمندان از خرسان تصرف شده باید به قرم رفته شناسنامه روسی بگیرند. آنجا یک گروه خردی هستند که با ماموریت و نظامیان اشغالگر همکاری دارند و احتمال شناسنامه روسی را میگیرند، ولی با همین بعد آزاد کردن خرسان آنها حکم ابد خواهند گرفت. خرید و فروش در منطقه اشغال شده با روبل روسی به راه مانده شده است. مقامات اشغالگر روسیه می‌خواهند ساکنان سیمکارت های شرکت های موبیلی روسیه را بگیرند. در اینجا مردم برای خریدن سیمکارت های روسی در نوبت ایستادند. این سیمکارت ها با رقم +7 شروع می شود. طریق آن زنگ به روسیه همگی 5 سنت ارزش دارد، اما هر دقیقه زنگ به اوکراین اکنون 35 سنت حساب می شود.